وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره باز 2 صدمه مرگ‌آور خبر داد. از جمله شب 7 مای سال 2024 تقریبا ساعت 21 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه اوپل زفیر سید محمد زاده میر حمد سال تولدش 1983 ساکن نویه شمس‌الدین شوین به وقتا استقامت کننده شهر پنجکند هنگام حرکت در شورای عینی پنجکند در حدود دهه سوجینه شهر پنجکند از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده دوچرخه‌ران اسرائیلوف اعظم سال تولدش 1968 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه دوچرخه‌ران اسرائیلوف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. 19 مای سال 2024 تقریبا ساعت 15:45 دقیقه راننده افت-ماشین تمغه اوپل استرا قرایف بویپولات سال تولدش 1954 ساکن نویه یووان هنگام حرکت از سمت نویه جامی به سمت نویه یووان در حدود دهه دقان‌آباد از عهده دوره وسطای نقلیات نبرآمده به سمت مقابل برآمده به ایستگاه برخورده است. در نتیجه صدمه مسافر اوپل بابای و قربانای سال تولدش 1967 ساکن امین نویه جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اوید بین حادثه و تحقیقات ادامه دارد. راههای تاجیکستان از لحاظ صدمه‌های مرگ‌آور راههای پرخطر دانسته شده. هر سال بر اثر صدمه‌ها در این کشور تا 400 نفر کشته و تا 1200 تن دیگر معیوب می‌شوند.